تاقا جان دو که در حقش دو که خود پدرش میشه در حقش دو که بر سر فرزند آدم هر چیت بگذارد ما هممون جو مناموس نه هممون جو مناموس نه در حقش دو که انشالله با هم نخدا خداوند آخرتش خوب کنه زیغ نشه ما فرزنداتیم این همین نمره تلفنی ما های کدام وقت چی خدمتی میشه چی چیزی میشه زنگ بزن تاقا انشالله خوب اکا جان خدا نگهبانت باشه در امان الله باشه خب بگو مرا بگو زنگم بزنه همون جیان تا بگو زنگم بزنه خب ماره برادرای عزیز امیدوارم که خوب هستین صحت سلامت هستین برادرای عزیز از شما خواهش میکنم برادر جانو همه نوارا لایک مونن پدیلیت سکنین پاهن کنین کمی تر مونن برادرایی که هستین کدامت سابشس و بزنین برادر جانو همه پدری که میبینینش از تاجیکستان اومده برادر جانو انا فرزندش در مسکو در ترما چندی خطول چند قبل بیمار بود وقتی که مرا یک دو سه روز پیش بود گفتن یک زبورش که میره اپراتسش بگذارن من گفتم خب ما الی میکنیمش که حالتش بد شد همین دو روز سه روز اوجه ایبین گذاشت که اوجه همه برادر انا برادرو گذاشته شده در بالینسا ترما برودنش 8 ساله چند قدر 6 تا دسته انا برای هم خبر در جونو به خاطر الله یک یاردم کنین که همین برادر همین پدر فرزندش تویست با تاجیکستان ببرده برادر جونم خیلی نمیدونم برادرای عزیز دیگه چی بگم باور که چی کسل شیده دسته که هم یک طرفش توبه کم خدا من خیلی چیزا را ندیدم برادرو الله نگاه بداره خداوند دشمنی کسی با ایجور نیورم یک طرفش پوسیده بده زنده پروسا بافیرم که ای حسابی نگاه نکردن ای بعد امو چرک زرده و امو خیلی چیز گرفته اومده با مردینگیش اومده برادرو همون چیز با مردینگیش اومده پیجویش بری دنده تویست امو خیلیش کردن که تویست دیگه نشیده همین بیچاره گذشته شده الله رحمت و مغفرتش کنه خیلی برادرها در حقش دعا کنیم چیکار کنیم خداوند میگه که دشمنی کسی با ایجون نیاره همین پدر یک فرزند داشته بوده در می سچوتش در یک فرزند داشته بوده برای اون برادر جونو چی قری میتونین دستگیری کنین کارتای خودشن چیزای خودشن الحمدلله دیگه گپ زدم نمیتونه بیچاره ما چند بار گفتمش نوار کن گفت چه خیلی که نوار کنم ما تو خیلی گفتم بعدم تا زبس کردم گرفتمش تو از گپ زدن نمیتونن ده برادر عزیز برای همخه پراوی نبفهمین برادر جونم من این نمبر تلفن شونه میمونم میتونین زنگ بزنین کومت که چی خیلی میفورتون یک یوردم کن یک دستگیریش کنین برادرای که همین زورتون نمیرسه برادر جونو هیچی گپ نداره ما یگان گپ نداریم برادر جونو پروس همین لایک کمیتر بمونین انشالله که پهن میشه و همه یک چی نیمچی همین برادر در یوردم میشه همین پدر در یک چی نیمچی یوردم میشه باقی در امان الله باشین خداوند همتون نگهبان باشه یک یوردم اختونه برسونیم برادرها هیچی گپ نداره همون جیانت باشه گلاونت بچه خوب باشه هیچی گپ نداره که هیچی گپ نداره نه بچه که خوب های افتابوس های میکنم تمام اکا یعنی نمره همو نمره کارتش بگو خوش اومد روان کنه اکا ما انشالله با همراه خدا که من نمرش گپ میزنم تلفنش میکنی یا که میپرسیش خودت قطیش گپ زن خودت قطیش گپ زنیم مالی من بعد گپ زدنی خودم بعد تلفنش میکنم میگم کم خیلی مقصد گپ ز قطیش اجازه بپرس بگه که ها بکنش بعد مرا نمره کارتش روی کنن یا که نمره تلفنی مرا هم بتش بگو زنگ بزنم میفهمونش که چیکار میکنه چیکار نمیکنه هیچ کار نمیکنه همه مبلغ جمشیدگی را میگیره در خودت پریود میکنه تمام نمرش گپ زنم خب من باید با تلفن میکنم در میتونیم که در واتساپ بنویسونی رویم کنی واتساپ در بنویسونیم رویم که خیلی برای چی میشه آقا جان من سر حساب نمیرم سر حساب شکی نره اکا نگاه که گپ ز همو جیان تا گپ زن اکا جان بگوش نمروش بگو نمره مرا بتش بگو که در همین نمره کارتش روی کنه بعد من خودم با قطیش گپ میزنم بے پروا بچت ای بیماری چی خیلی شده اکا جان چند سال 6 تا بود 8 سال و 3 ماه
8 سال 3 ماه شده بودند ای بیماری چی بودی خیلی؟ اکو نمیدونم اکو وای کدام نگفتن خیلی عمیق نگفتن همین پری اشکم چوک کرگی بود وقتی برو آوردیم پری اشکم چوک بود همین زردوب توپلون رنگ پسیدگی بریم بود ده گفتن ما همو اکا قطی گاب زدم همو اکایی که در درون قطی شیشتگی همو قطی گاب زدم هوا اینم خیلی من نمیدونم که بعد جنوشا بو گرفته بچه و بیهوش و بیاد همجا خواب بوده ایش که خبر مثال نگاه نمیکردیم با فکرم وقتی ما اومدم همجا اومدم فهمیدیم که ما اومدگیم هم بچه های درون بودن که کم کم جمعیش در در اومدن بعد شما همجا اومده بودن خدا رحمتش کنه میفهم اکای جمعه میدونم صاحب نداشته باشه قینه میدونم هیچ کنه میکنه تاقا جان دو که در حقش دو که خودت پدرش میشه در حقش دو که بر سر فرزند آدم هر چیت بگذارد ما هممون جمع ناموس نه هممون جمع ناموس نه در حقش دو که انشالله با هم خداوند آخرت چه خوب کنه زیغ نشه ما فرزنداتیم این همین نمره تلفنی ما های کدام وقت چی خدمتی میشه و چی چیزی میشه و زنگ بزن تاقا انشالله خوب اکا جان خدا نگهبانت باشه در امان الله باشه خب بگو مرا بگو زنگم بزنه همون جیان تا بگو زنگم بزنه خب مالی تاقا جان خب مالی خب